جان ترید استریت از بنده پنجشاهینم با یه آپدیت از بیت کوین در خدمتتون هستیم و دو تا ارز دیگه. ببینید دوستان، نکته‌ای که ما بارها داریم بهش، این مطلب خیلی مهمه توجه کنید که بهش اشاره میکنیم طی 2-3 سالی که در واقع اومدیم تو سوشال مدیا و داریم تحلیل میذاریم در فضای عمومی، اینه که شما مشکلی که دارید کلیتش اینه که آقا شما باید در تحلیل و سالا سیگنال بگیریم یا باید تحلیلگر باشی. اگه تحلیل درست جواب میده خب بشین ترید تو بکن. در واقع اگه بلد نیستی، کسی رو دنبال میکنی، باید با ادبیاتش آشنا بشی و همون باید خانشی داشته باشی در واقع از تحلیلش، متوجه بشی چی میگه. موضوع دوم بحث کنترل ترس و طمع و مدیریت پوزیشنه که شماها انجام نمیدید. مثلا پوزیشن حالا همینجوری رها میکنید، اسپا قیمت میره بالا میاد پایین و نه سیو سود میکنید نه اینا و ترس و طمع. حالا میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که آقا شما اگه میخوای تو این بازار سود کنید باید یه نفر در واقع اقتدا کنید. آقا یه نفر رو قبول داشته باشید. حالا اولش فرض کنید دمو، یا بعداً برید با آقا یک مبلغ خیلی کم مثلا چند تا پوزیشن بگیرید طبق سیگنال و تحلیل ایشون و بعد تموم شد. چرا؟ چون شما ممکنه تحلیل خودت اشتباه باشه یا اصلا تحلیل بلد نباشی. پس خیلی ساده شما باید یه نفر رو پیدا کنید. با این میری جلو یه مدتی، یه هفته، یه روز، یه ماه فرقی نمیکنه، مشخصه. 4 تا سیگنال گرفتی، 4 تا تحلیل دیدی، اگه دیدی کننده است آقا دیگه این کانال و اون کانال نرو. چرا؟ چون کافیه یه نفر بگه تمومه. من خودم اون اوایل که تحلیلا هم درست بود و بک تست گرفته بودم و همه اینا، باور کنید مثلا یه دونه تحلیل کسی دیگه میدیدم، علیرغم این که تحلیل خودم درست بود، همون باعث میشد من اون پوزیشن رو خراب کنم. چرا؟ چون یه ذره شل میشی دیگه. بعدا هرس میخوردم و بعدا اصلا دیگه هیچ تحلیل رو نگاه نمیکردم، هیچ تاییدی از جایی نمیگرفتم. و درسته میگن آقا نمیدونم به تحلیل خودت پایبند و باش، ولی آیا تحلیل درسته؟ اگه درست داره، پس اگه نیست اتفاقا نباید پایبند باشی. اصول خودت داره، ولی تو تحلیل باید به یکی اقتدا کنید. حالا این چی میخوام بگم دوستان؟ ببینید ما وقتی که توی بحث تحلیل تکنیکال و اینا حالا بگیم آقا ما یه نابغه هستیم، این واقعیتی، حالا دوست دارید یا نه ما بذار خودمون بگیم، معرفی کنیم. شما وقتی که یه ارزی مثلا ببینید مثل ولوت، یه شت کوینی، میگه دوستان تو کانال هستن آقا، این از بالا رفتنش و این هم نایه‌ای بوده که ما مشخص کردیم حالا در چند تا صرافی دقیقاً همینجا و مخصوصا یعنی اینا هر کدوم 30-40% و آخریش از دیروز، یعنی از دیروز اینجا بودیم. این ارز تقریبا از 47 تا الان 1.35 تا 1.50 هم رفته، تقریبا 300% رشد کرده. و خب کی از دیشب تا الان شما توی حساب اسپات اگه همین موضوعی که میگم به حرف من ایمان داشتی میگرفتی. حالا مشکل چیه؟ حتی دوستانی تو کانال وی آی پی هستن، طرف میاد مثلا $100 داره آقا $10 رو اینو میگیره، ولی یک کسی دیگه ای که همون ایمانه رو داره میاد اینجا آقا $100 رو میگیره و در 24 ساعت کمتر $300 سود میگیره. امروز دوستی میپرسید آقا من با $100 میتونم تو ما مثلا چندین برابرش کنم؟ 3 برابر. گفتم آقا شما اگه همین دیروز میومدی و در واقع یه دونه این ارزو میگرفتی، حالا ما در 2 هفته گذشته که کانال وی آی پی باز شده تقریبا 10 تا از این ارزا داشتیم با رشد بیشتر و کمتر. خب این نکته، پس شما مشکلتون اینه. حالا این از تحلیل در واقع این انتظار داریم، حالا باید منتظر بمونیم. در تایم فریم های پایین به نظر من دیگه سقف جدیدی هم نمیده و ریزش داره. حالا این از این. خب چند تا از این ارزا داریم، حواستون باشه دوستان. به نظر من طی 2-3 روز دیگه بازار ما نظرمون رو گفتیم کامل. نکته مهم دیگه امروز بررسی کردیم همون اصوله، ولی تقریبا حالا باید تاییدیه بگیریم همیشه، یعنی به لحاظ تئوری آقا اون چیزی که گفتیم درسته، حالا باید تاییدیه‌شو بگیریم. تقریبا تکلیف بازار به سمتی که میخواد بره، سمت درست رو شناسایی کردیم. حالا این مسئله اهمیتش بیشتر میشه. کجا؟ آقا بنده الان مثلا برای صاحب سرمایه درشت یا کوچیک به فرض آقا از شما سوال میپرسم، شما اگه بدونی که مثلا بیت کوین آقا از 55,000 میره تارگتش 155,000، خب میگه آقا من حاضرم مثلا آقا اصلا چه میدونم خونم هم بفروشم بیام اینو بگیرم. این کارو میکنی یا نمیکنی؟ مثلا مطمئن باشی، یعنی به یکی قبولشو داشته باشی. حالا من فرض کن اون آدمم و الان به شما میگم آقا بیت کوین از مثلا 70,000 میشه 20,000،
پوزیشن شورت بگیری یا از 50,000 آقا میشه 150,000 به فرض. شما آیا میای توی تحلیلی که من اینجا بگم شما بری بر اساس این پوزیشن بگیری یا خیر؟ اگه خیره پس فایده نداره. من الان میگم آقا من متوجه شدم تارگت ها کجان و چه سمتی میریم و با یه تاییدیه میخواد تاییدیه رو داد با قطعیت میگم آقا ما کدوم سمت میگیم. تا الان هم گفتیم ولی این داستانش اینه که تقریبا دیگه مسجل میشه که ما به کدوم سمت میریم. حالا در ارزهای مختلف ما الان داریم روی طلا اون روز تو لایو مثلا نشون دادیم از تایم فریم 1 دقیقه با قاطعیت از قبل میگیم چیزی شبیه پیشگویی و پیشبینی دوستان. حالا خیلی هم بدشون میاد از این جمله پیشگویی دیگه. من وقتی که میگم آقا این مثلا همین حرکت بعد از ظهر گذاشتم میگم آقا این مثلا از اینجا میاد و یه ریزش میکنه دوباره یه پول بک میزنه دوباره میاد اینجا به فرض و یه پول بک یه نقدینگی مثلا و بعد میریزه کلا. این میشه پیشگویی و وقتی قیمت دقیقا همین کارو میکنه حالا الگو مثلا شما میگید ولی این پیشگویی دوستان دیگه. ببینید وقتی که انجام میشه و قطعیه در واقع میبینی. حالا تاییدیه‌شو کجا میگیری؟ فرض کن 2 تا از این حرکت ها رو زد آقا سومی دیگه میدونی درسته. باز هم شما طرف مقابل و در واقع یعنی مخالف رو در نظر میگیری پوزیشن لانگ میگیری آقا بدترین سناریو رو در نظر میگیری استاپ تو میذاری حجم تو رعایت میکنی که مشکلی پیش نیاد. ولی در کل میخوام بگم که شما دیگه خیالت راحت و با خیال راحت پوزیشن میگیری. حالا موضوع اینه خیلی از دوستان الان میگن ما بارا گفتیم میگم آقا من الان به شما میگم بازار کلهم ولی آقا بیت کوین از این نقطه به این نقطه میره. خب چند نفر از شما میاد الان که این کارو انجام بده؟ پس موضوع این نیست که من بگم آقا بیت کوین میره بالا. حالا کانال و سیگنال خوبیش چیه دوستان؟ شما وقتی میای اونجا باز هم باید ایمان داشته باشی و گوش بدی. میگم همین حرکت رو من به 20 نفر گفتم، یه نفر 10% گرفته، یه نفر 20% گرفته، یه نفر هم کامل گرفته و کل سودش هم گرفته، سرمایه‌ش هم مثلا 3 برابر شده. و دیروز هم ارز دیگه گفتیم آقا 50% رشد کرد گرفت، پری روز هم یکی گفتیم 200% گرفت و این آقا مثلا $100 الان توی 20 روز شده $2000. ببینید این مدلی هم داریم، این مدلی هم داریم، اون مدلی هم داریم. مثلا طرف نگرفته یا طرف مثلا چند روز ما بهش میگه آقا صرافی من نداره، یعنی به خاطر یه ثبت نام در صرافی که کار 2 دقیقه است آقا یه سود مثلا $1000 $2000 تو اسپات کاری ندارم. فیوچرزش هم داریم، طرف گرفته مثلا طمع کرده تو سود نبسته الان تو ضرره، مثلا ممکنه با ضرر بفروشه. یعنی ببینید بحث ترس و طمع و بحث اعتماد نکردن و گوش ندادن اصلا در واقع یعنی شما وقتی پوزیشن نگیرید، وقتی که شما پول تو صرافی فرض کن گام اول اومدی تو این بازار پول آوردی تو صرافی، حالا یه کسی بهت میگه آقا بیت کوین از این نقطه میره بالا، میری یکی دیگه گوش میکنی میگه نه اتفاقا بیت کوین از این نقطه میریزه، شما دیگه نمیتونی این پوزیشن رو بگیرید. بالاخره بیت کوین یکی از این 2 مسیر رو میره دیگه، یا میره بالا یا میاد پایین، یا حرف من درست میشه یا اون. شما ولی این وسط چون پوزیشن رو نمیگیری پوزیشن رو از دست میدی، تموم شد رفت. حالا 1000 تا میگم اینا شت کوینن دیگه، بیت کوین و اینا بماند. حالا بریم سراغ بیت کوین یه کوتاه بگیم وگرنه بیت کوین رو ما گفتیم. ضمن لایو طلا هم ما هر روز تقریبا ساعت 4 اینا داریم اگه دوستان علاقه‌مندن. آقا بیت کوین ما همچنان نظرمون همون همیشگیه. حالا میگم در تایم فرم‌های مختلف برای اون دوستانی که هستن تو کانال میان ما میگیم این پوزیشن‌های لانگ رو مثلا ما اعلام میکنیم، دوستان میگیرن. چیزی که 3 روز پیش گفتیم آقا بیت کوین فعلا همین جای، نه از محدوده در واقع SMT 61400 فعلا بالا میره، برخلاف خیلی از دوستان آقا 65 67 70 نمیدونم بالا یا پایین، فعلا اینجا و تارگت 57000 رو حتما میزنه و تو این 2-3 روز در واقع شما فرجه دارید که روی شت کوین ها و اینا مخصوصا سود کنید و بعد آلت کوین ها توی جاهای تاپی ان، بعضیا مثلا 5% مونده حرکتشون تکمیل بشه، بعضیا بیشتر بعضیا کمتر، هر ارزی تکلیفشون روشنه. منتها میگم اینه، یعنی من الان امروز آقا میگم کشف کردم بازار کدوم سمت میره، شما میخواید چی کار کنید؟ میرید سرمایه دارید یا میارید و گوش میدید و مثلا بیاید سیگنال بگیرید به فرض، چون بدون سیگنال نمیشه دوستان. شما من تحلیل میذارم اصلا خیلی هاتون متوجه نمیشه، مثلا من میگم آقا بیت کوین این حرکت رو میزنه میاد بالا بعد میاد پایین. اولا شما 3-4 تا حرکت رو میتونید بگیرید،
بعد میگه آقا خب شما گفتی میره بالا، خب این اومد 60 700 نیومد 63000. خب لامصب تو اینجا میگیری اینجا سیو سود کن مثلا. داشتیم دیگه که میگی ما داشتیم که آقا تو گفتی تا 63 میتونه بیاد، این اومد اینجا من نفروختم الان تو ضررم. یعنی اینقدر حماقت رو داریم. به هر حال اینو خواستم بگم، وگرنه بیت کوین یه 2-3 روز دیگه به نظر من، حالا تایم ببینید اینجا ممکنه آقا یه هفته دیگه رنج بزنه، ما کاری نداریم، به فرض تا اینجا رو نزنه یا اینجا رو، تو این وسط هر چقدر رنج بزنه مهم نیست، ولی خب ما در تایم فریم پایین میگیم آقا این نقطه در 1 دقیقه اینجا ورود کن، اینجا بیا بیرون، اینجا ورود کن، اینجا بیا بیرون، تموم شد رفت. به هر حال تحلیل بیت کوین نظرمون رو گفتیم. و الان چیزی که جدیدتره، امروز ما تو کانال و اینا هم اعلام کردیم دوستان که آقا تقریبا ما متوجه شدیم که بازار به کدوم سمت میره و یه تاییدی است که قطعیتش رو در واقع از نظر خودمون بگیم و ارزا دونه دونه هم که میگم یه ارزی ما داریم الان مثلا آقا 5%، یه ارزی 10% مونده به تارگتش برسه و از اونجا هنوز نه سقفی رو شکونده نه فلان، ولی از همینجا این ارز شروع میکنه مثلا به رشد. مثلا فلان ارز آقا الان 20 سنته، آقا این ارز کفش همینه و شروع میکنه مثلا به سمت چه میدونم $1 $5 میره با قطعیت، یعنی دیگه اون استاپ خورده نمیشه. ولی شما چقدر از اینا استفاده میکنید؟ به هر حال اینه، ما همون نظرمون هستیم. اون روز گفتیم 5 روز، طی 5 روز آینده اتفاقاتی تو مارکت میفته. آدم زرنگ اینه که ما تحلیلی میذاریم حداقل اونو گوش کنه و انجام بده. آدمی که حالا میخواد دنبال بهونه و داستان باشه و اینا، خب همون باشه و بهتره توی مارکت نباشه، براش راحت تره. اون دوستانی هم که میخوان و صاحب سرمایه‌ن و دوست دارن و بیان آقا توی کانال که ما دیگه اونجا بهشون میگیم، طرف بالاخره بعد از چند روز راه میفته آقا این حجم سرمایه رو بخر اینجا بفروش و بعد نتیجه کار منو ببین. چون شما تا پوزیشن نگیری، یا مثلا من دلیل عصبانیتم چیه بعضی وقتا قر میزنم میگم آقا من این حرکت رو گفتم، از نظر من قطعی اعلامم میکنم، به قول دوستان تک سناریو هم میگم، بقیه حالا توضیح میدم آموزشیه. بعد شما من انتظارم اینه مثلا طرف یه سرمایه 10,000 داشته باشه، اگه تو کانال من باشه بهش میگم آقا اینجا مثلا $10,000 بیت کوین با اهرم 5 میگیر و اینجا الان مثلا آقا $1,000 $2,000 در کمتر از 1 ساعت سود میکنیم. خب این آقا میاد چیکار میکنه؟ مثلا خودش میاد $100 نمیدونم 10% میگیره با یه اثبات یا اهرم 2 به فرض، من کاری ندارم، ولی اتلاف میکنه این سرمایه رو. فرقش اینه که تو کانال باشه و گوش بده این سود جذاب رو میگیره، فرق داستان همینه. و الا هرچی میخواد بگیره به من مرتبط نیست. اما خب اگه یعنی من از دید خودم اینجوری نگاه میکنم، میگم آقا طرف مثلا این پوزیشن رو با این قطعیت گرفته و تموم شد، یه سود مثلا $N. حالا اونجایه که من میگم آقا من کانالم دوست دارم مثلا طرف آقا مثلا هزینه اشتراک ماهانه $10,000 بده. خب قطعا باید طرف آقا $20,000 سرمایه داشته باشه و در ماه 4 تا مثلا 10,000 20,000 سود کنه که بخواد $10,000 هزینه اکانت بده. و منم میگم آقا ارزش سیگنال من اینقدره. حالا شما میای میگه آقا $50 دارم، با $50 به من بگو. خب با $50 آقا نمیصرفه، من باز تحلیلشو میذارم، ولی اونی که به تو بگم $50 دقیق بگیر کجا، با چه اهرمی بگیر و کجا بفروش که یه سود خوب بگیری، این مستلزم هزینه است. تموم شد. موفق و پرسود باشید، بازار رو از دست ندید. ما گفتنیا رو گفتیم، شما خواه پند گیر و خواه پند نگیر. در پناه ایزد منان.